خیریدین عبدالله روحانی 35 ساله تاجیک که 10 روز پیش هنگام بازگشت از روسیه از جانب مقامات انتظامی تاجیکستان به بازپرسی دعوت شده بود، هنوز در بازداشت است. پروینه همسر خیریدین عبدالله گفت شوهرش از زمان بازداشت چند دفعه با او تماس گرفته خواسته است دیگر از پیش نشوند. پروینه باور دارد صحبت‌های شوهرش زیر نظارت و فشار مقامات صورت می‌گرفت. مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 31 دکبر در صحبت با رجای آزادی بازداشت خیریدین عبدالله را رد کرده گفته بودند که او تنها برای صحبت دعوت شده است. کرامت شریفов حامی حقوق مهاجران سالهای زیاد با خیریدین عبدالله آشنا بوده است. وی بر این باور است که خیریدین عبدالله ضد گروه‌های افراطگرا مبارزه می‌برد و بازداشتش غیر قانونی صورت گرفته است. او با شناسنامه تاجیکی و روسی به نزد زن و فرزندانش آمده بود. برای بازپرسی و بازداشت یک نفر باید قبلا دعوتنامه پیشنهاد میشد. حالا مقامات وزارت کارهای داخلی از ارائه هر گونه شرح به سوالها درباره این روحانی جوان خودداری میکند. در همین حال جمعیت مهاجران سیاسی آسیای مرکزی در روسیه نیت دارد با برگزاری نمایش در مسکو از حکومت تاجیکستان آزادی خیریدین عبدالله را طلب کنند. خیریدین عبدالله که نسبش در سنت‌ها داستکف بوده است با فعالیت‌های علمی و مذهبی خود مشهور است. او تحصیل کرده ایران بوده در روسیه کار و زندگی میکرد. در این کشور چند دفعه به جان او سوءقصد هم صورت گرفته است.